برای حفظ کردن علم و فن‌های هست کتاب‌ها را معین میکنیم. مقصد تا امروز ما و دیگر برادرای هستند که به همین سوال گیر آوردگی هستند که نمیدونن از کجا شروع کنن، از چی شروع کنن، با کدام ترتیب کدام کتاب‌ها را بخونن در هر یک جبهه. بله. کوشش میکنیم که اگرم که یک نوار شود و همین چیز خوب مختصر یک فهمانده بیتی انشاءالله خوب میشنده برادر. بله. خب با یک طالب علمی که میخواهد علم آموزد، ما 7 شرط را ذکر کردیم و 7 وسیله را. انا اکنون خب از کجا سر کند؟ بعد اینکه این چیزها را رعایت کرد و به عمل کردن به این 7 شرط و 7 وسیله شروع کرد، خب چیکار کند؟ استاد دارد، همه چیز را مهیا کرد. اولین چیزی که علل خصوص به مردم ما که ما عجم هستیم، ما زبان عربی رو نمیدانیم، تعلیم گرفتن لغت عربی. تعلیم گرفتن لغت عربی فرض است. برای چی؟ برای آنکه تعلیم گرفتن سخن الله و رسول فرض است. قرآن کریم الله تعالی به ما خطاب کرده است در قرآن کریم. یا ایها الناس، ای مردم میگوید. در جایهای دیگر یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که ایمان آوردید میگوید. ما باید سخن الله تعالی را فهمیم و این سخن از جانب مهربان ترین ذات ها برای ما. یگان انسان در دنیا برای شما از الله تعالی دیده مهربان نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برای صحابه ها اترون هذه طارحه ولدها فی النار، یا زنی را به صحابه ها نشان دادن بعد جنگ در بعضی جایها مرده ها خواب بود، از بین مرده ها کودکش را جستجو میکرد، کودک شیرخوارش را گم کرد در وقت جنگ. بعد از آن از بین مرده ها کودک خود را زنده دریافت کرد. اول خیلی گریه کنان جستجو کرد، بالاخره یافت. کودک خود را وقتی که زنده یافت از خرسندی با آغوش میگرفت، بوسه میکرد، به کنارش میگرفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه ها سوال دادند که اترون هذه طارحه ولدها فی النار، آیا شما گمان میکنید که همین زن کودکش را به آتش میپرتاید؟ در یک چقوری آتش است، همین زن آیا همین کودک خود را به آتش میپرتاید؟ گفته سوال کردند. صحابه گفتند که کلا والله، هرگز قسم به نام الله تعالی مادر کودک خود را به آتش نمیپرتاید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها. قسم به نام الله تعالی، الله تعالی به بندگانش مهربانتر است از همین مادر به کودکش. همین مادر به همین کودکش چند فایز رحم و مهربانی دارد. اولش این که همین رحمت هم الله تعالی به قلب او داده است. الله تعالی از همین مادر به کودکش دیده و بندگانش مهربانتر است. گفتم بنابراین الله تعالی برای ما مهربان است. ذاتی که برای ما نیکی را میخواهد در همین قرآن کریم برای ما خطاب کرده است، برای ما دستور داده است. اگر شیخ الاسلام میگن که اگر یک دوستی نزدیکی پولدار و سخاوتمند شما از دیگر کشور که زبانی او را نمیفهمید به شما یک نامه فرستاند، چیکار میکنید؟ نامه را گرفته ترجمان میکوید. یا ترجمان میکوید که ماهر در ترجمه باشد و با امانت نگهدار باشد، با مکتوب خیانت نکند، درست ترجمه کند. یا اینکه حرکت میکنید همین زبان تعلیم میگیرید و اونو میخواند که چی گفته است. این الله تعالی برای ما خطاب کرده است. این قرآن الله تعالی همین خیلی خاص که به زبان عربی نازل کرد. این انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. در سوره یوسف ما این قرآن را به زبان عربی به شما نازل کردیم. در سوره شعراء گفت که بلسان عربی مبین، ما این قرآن رو به زبان عربی مبین نازل کردیم. در سوره نحل گفت که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. ما این قرآن رو به زبان عربی مبین نازل کردیم. بنابراین برای فهمیدن قرآن و فهمیدن سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم که واجب است برای همه، و برای بعضی آدم‌ها واجب حتمی عینی هست و برای بعضی آدم‌ها واجب کفایتی هست. یعنی برای طالب علم، برای عالم
آموختن زبان عربی فرض عین است. حتما باید عربی را آموزد. اما آدم‌های عامی برای آنها هم فرض است به قدری که فرض را ادا میکنند. مثلا بسم الله پیش از طهارت باید گویید. چی معنا دارد؟ باید داند. وقتی که طهارت را کرده شدید دعا میکنید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین سبحانك اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. داند باید محض چی گفته ایستاده است با الله تعالی. وقتی که الله اکبر گفت داند که چی گفته ایستاده است. وقتی که مؤذن الله اکبر گفت این باید الله اکبر گوید. وقتی که مؤذن اشهد ان لا اله الا الله گفت باید اشهد ان لا اله الا الله گفت. هر کلمه های اذان دعای بعد اذان یعنی انا همین کلمه ها رو باید ترجمه هاشو داند. وقتی که سبحانك اللهم و بحمدک خواند چی گفته ایستاده است؟ سبحان ربی الاعلی گفت در سجده چی گفته ایستاده است؟ الحمدلله رب العالمین چی گفته ایستاده است؟ التحیات لله چی گفته ایستاده است؟ معناش رو باید داند. السلام علیکم رحمت الله. نماز جنازه بر پدر میخوانید، بر مادر میخوانید، بر مسلمان ها میخوانید. هر چیزی که میگوید باید اونو تعلیم میگیره. وقتی که به حج میرید لبیک اللهم لبیک میگوید چی معنی دارد؟ اینا رو باید اینقدر مقدار آموختن زبان عربی برای عامی ها هم فرض است. اما برای عالم ها آموختن زبان عربی فرض است. بنابراین هر برادر هر خواهری که میخواهید طلب علم کنید اولین کار برای شما آموختن زبان عربی هست.